دوران صاحب استقلالی تاجیکستان برای خلق شرفمند تاجیک یک مرحله خیلی هم زرین می باشد. وقتی که درباره استقلالیت تاجیکستان عزیز گفتیم ما سخن میرانیم، ما میتوانیم که وی را به 4 دوره تقسیم کنیم. دوره اول 1992 تا سال 1997 این دوره مقاومت های سیاسی، این دورانی بود که اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوا ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام الرحمن سرور دولت انتخاب شده بودند. دوره دوم از سال 1998 تا سال 2000 این دوره تحکیم یابی صلح بود که خلق ما برای صلح به دست آورده برای مستحکم کردن آن مبارزه بردند. دوره سوم از سال 2001 تا سال 2006 این دوره آغاز بنیادکاری سازندگی در تاجیکستان بود و دوره چهارم از سال 2007 آغاز یافته تا امروز دوام میکند. این دورانی هست که خلق شرفمند تاجیک تحت سروری اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام الرحمن برای گل شکوفه وطن عزیزمان جد و جهد ناماده ایستادند و در دوره چهارم یعنی از سال 2007 عملی گرداندن هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان آغاز گردید. این هدف‌های استراتژی جمهوری تاجیکستان به دست آوردن استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از بنبست کمونیکاسیونی، به دست آوردن امنیت عضو‌قواری و بدتر هدف چهارم صنعت کنان با سرعت و همراه گردید.